ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 2 ایول سال 2024 خبر داد که بعد 3 روز جستجو غفورزاده بیبیساروی عبدالجبار ساکن 16 ساله شهر کولوب بالاخره روز 2 ایول صحت و سلامت یافت گردید و عین حال در نزد پیوندانش قرار دارد. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان از کل ساکنان و استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی برای بی‌طرف نبودن در قضیه گم شدن بیبیسارو اظهار سپاس کردند. قبلا در شبکه‌های اجتماعی اعلان شده بود که غفورزاده بیبیساروی عبدالجبار سال تولدش 2008 ساکن شهر کولوب صحنه 30 ایون سال 2024 تقریبا ساعت‌های 12 از خانه برآمده بی‌درک شده است. نزدیکانش با اظهار نگرانی از سرنوشت این دختر نابالغ از همه آنهایی که بیبیسارو را در یگان جا دیدند و یا درباره در کجا بودن این دختر نابالغ معلومات دارند خواهش کرده بودند که فوراً به آنها خبر بدهند. اعلان گم شدن این دختر نابالغ را 100 نفر در شبکه‌های اجتماعی باز نشر و به این وسیله در جستجوی او مساعدت کردند. به همه آنهایی که بی‌طرف نایستادند و در کار خیر سهم گرفتند اظهار تشکر می‌کنیم.